حضرت عزیر میگوید روزی با یکی از دیهه ها گذر میکرد، با یک کشلاقی میگذشت، بالای خر سوار بود. و هی خاویت علی عروشها، این دیهه میگد از دست بخت النصر که کافر همون زمان بود در بیت المقدس، این دیهه خراب شده بود. این بخت النصر هجوم به همین بیت المقدس کرده بود است زمانهایی که حضرت عزیر پیغمبر بودند و همون دیهه را چنان خراب کرد که وهی خاویت علی عروشها. خدا میگوید اول سقف خانه در زمین زدگی بود و دیوالها از بالای سقف خانه بودند و در زیرش انسانها هلاک شده بودند. این بخت النصر همچنان یک هجومی رذیلانه به این موحدای خدا کرده بود. چگونه ای که امروز دشمن آشکارای اسلام پادشاه امریکا بالای مردم عراق دارد که فرد به او رحم نه به کودک دارد، نه به زن دارد، نه به هیچ کس ندارد، این چنین معامله را انجام میدهد. این بخت النصر هم پیرو این بدبخت دیگرش همین معامله را در بیت المقدس کرده بود. حضرت عزیر وقتی میگد گذر کرد از این قشلاق، قال ان یوحی هذه الله بعد موتها، این حضرت میگه شک نآورد، شبهه نآورد، بلکه بعید شمارید، دور شمارید که خدایا این دیهه را کی تو آباد میکنی و این مرده ها را چگونه تو زنده میگردانی در حالتی که سقف خانه در بالا، دیوالهای خانه در بالای اینها چپه شده است. وقتی این گمان را میگه حضرت عزیر به خاطر خود که گذرانید از خر خود میگه پایان شد و خر خود را میگه در یک جا طویله کرد و در پیش خودش خوراک داشت، این آب انگور بود میگه و انجیر بود، گذاشت کمی از این طعام ها میگه خورد و میگه به تکیه همون دیوال میگه خواب کرد. فاماته الله 100 عام، قصه قرآنی است. در این باید ما ذره شبهه نداشته باشیم. و مجرده که حضرت عزیر میگه خواب کرد، خداوند در همون خواب میگه جانش گرفت و 100 سال در اینجا خواب کرد. و تکیه همین دیوال میگه خداوند میگه این عزیر 100 سال خوابی. ثم بعثه، آن گمانی که در دل داشت برای گمانی خودش حاصل شود و بعض شک و شبهه که اگر در دل داشته باشد دور بگردد، بعد 100 سال خداوند میگه من عزیر را زنده گردانیدم. قال کم لبثته، وحی روان کرد خداوند عزیر چند سال شد تو خواب هستی، چند روز شد؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، مادامی که میگه عزیر در اولی روز که خواب کرده بود و بعد 100 سال که خدا زندش گردانید و قریب فرو رفتن آفتاب که بود، تصور کرد که همان روز از گفت خدایا گمان میکنم که یک روز خوابیدم یا نیم روز خوابیدگی هستم. قال لبثت 100 عام، عزیر گفت تو 100 سال شد که در اینجا خواب هستی، 100 سال شد. فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنى، در سوره بقره قصه قرآنی است. ای عزیر اگر تو باور نمیکنی به طعامت و به شرابی که در پیش داشتی نظر کن، حتی طعام و شرابت ویران نشدند. لم يتسنى. وانظر الى الحمار لنجعلك آیه للناس، نظر بر خرت کن، اون خری که تو طویلش کرده بودی احوال او را ببین. وقتی که نظر به خر میکند، خر کیها پوسیدگی و استخوانهای او خاکستر شدگی هستند. خداوند میگوید این معامله را ای عزیر من برای او با تو انجام دادم تا که این یک مثال برای بندگان من شوند، تا که اونها باور کنند که خداوند این قوه را دارد، این قدرت را دارد. وانظر الى العظام، وقتی که حضرت عزیر را بیدار کرد میگه در حالت جوان بود، در حالت همون جوانیش خواب کرده بود. وقتی که خداوند او را کامل ساخت و زنده گردانیدش، امرش کرد. عزیر گفت
وانظر الی العظام کیف ننشزها. نظر به همین خاکستر، نظر به همین استخوان خری که خاکستر گشته است، به همون نظر کن چگونه استخوان را ما در حرکت می‌دراریم. حضرت عزیر چشمهای خود کشاده و نگاه به همون استخوان‌ها میکرد. به ناگاه میگه استخوان‌ها در حرکت در آمدند و هر یک رگ پیوند آمده به خودش پیوست میشد. ثم نکسوها لحما. خدا میگوید وقتی که استخوان‌ها درست شد، میگه بالای این استخوان‌ها دا میگه ما گوشت چیکار کردیم؟ گوشت را هم کشیدیم. فلما تبین له. وقتی که این خر مکمل شد از جای خود خیست و هنگس کرد. وقتی این حضرت عزیر دید میگه قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. گفت پروردگارا من به قدرت تو باوری دارم، تو مرده را زنده میگردانی. اینم قصه قرآنی است. اینم برای اون است که ما و شما بیدار شویم. این عقیده های اتئیستی و این عقیده های ضد اسلامی که انسان مرد برای قیامت نیست، برای او زنده شدن نیست، این مثال های خداوندی باید ما و شما را بیدار بگرداند. از پس همین حضرت عزیر آیت دوام دارد.